سلام علیکم. سلام. اگر آماده اید که یه لایو فوق‌العاده در مورد مصاحبه شغلی رو شروع کنیم لطفاً اعلام کنید و به هم بگید تا حالا مصاحبه شغلی شرکت کردید یا نه. الان یعنی شغلتون چیه؟ الان در چه وضعیتی هستید؟ چون این لایو خیلی تخصصیه دیگه، طبیعتاً برای همه نیست، برای یه قشر خاصه. کیا مصاحبه شغلی شرکت کردن یا شرکت خواهند کرد یا دوست دارن که در پوزیشن شغلیشون ارتقا پیدا کنن؟ بفرمایید. من قرار شرکت کنم. عالی، مرسی، خوش اومدید، ممنونم. سوالی دارید توی باکس بنویسید لطفاً. نه شرکت نکردم. بله ولی الان کار ندارم. خب پس باید بری تو فضای مصاحبه دیگه. آرایشگرم شرکت نکردم. بله برای مدرس بودن زبان انگلیسی شرکت خواهیم کرد. احتمالاً دانشجو، من دانشجوام خانم دکتر و هنوز فرصت مصاحبه شغلی نداشتم. نه من شرکت نکردم. بسیار خوب. چقدر خوب که اولین بارتونه میخواید در واقع شرکت کنید. بچه‌ای که تازه میخواید شرکت کنید، بچه‌هایی هم که قبلا شرکت کردن، تجربهشو داشتن، که بهتر دیگه صحبت‌های من رو درک میکنن و میخوایم راجبش حرف بزنیم. خب 10 بار مصاحبه شرکت کردم. عالی، مرسی. کامنتو خاموش کنم، من شروع کنم به صحبت. خب عزیزای دلم، یه نکته جالب بهتون بگم و اون این که حدوداً بیش از 50% از مدیران بزرگ دنیا عنوان کردن که در 3 سال آینده مهمترین فاکتوری که باعث میشه که نیرو رو جذب سازمانشون کنن، نیرو رو در سازمانشون ارتقا بدن و به پست و مقام و درآمد بالاتر برسونن، EQ یا هوش هیجانی اون نیروه. مهمترین فاکتوری که باعث رشد یک فرد در یک سازمان یا ورود یک فرد به یک سازمان مهم میشه چیه؟ هوش هیجانیشه. از نظر کیه این؟ از نظر منی که مدرس هوش هیجانی هم نه، از نظر مدیری که میخواد این اتفاق رو رقم بزنه. پس هوش هیجانی مهارت مهمیه که ما باید یاد، یعنی من نمیخوام مقدمه لایو دیگه بره تو این که هوش هیجانی چرا مهمه. خب چون اینو دیگه باید برام مسلم شده باشه. تا حالا من حدود 2 ماه دارم راجع به هوش هیجانی باهاتون حرف میزنم، اما میخوایم ببینیم که چطور میتونیم با EQ بالاتری، ایموشنال اینتلیجنس یا هوش هیجانی بالاتری در ما دیده بشه در یک جلسه مصاحبه شغلی. اوکی. خب حالا من میخوام که مصاحبه شغلی رو به 3 دسته تقسیم کنم. خب یعنی یک تایمی قبل از شروع مصاحبه شغلی، تایم ورود شما به یک جلسه و تایم خروج شما از یک جلسه. مصاحبه شغلی در واقع دیدار شما با قائم مقام یا مدیر یک سازمانه برای اینکه از مهارت‌های خودتون حرف بزنید، رزومه خودتون رو تشریح کنید. اون مدیر یا قائم مقام تصمیم بگیره که شما رو وارد فضای مجموعش بکنه یا نه. قبلا بهتون گفتم خودم بیش از فکر میکنم 3000 مصاحبه شغلی داشتم. این عددم اغراق نیست چون استانداردام بالاست، کمالگرایی دارم و هر روز در حال جذب و استخدامم توی مجموعم. این تجربه‌ای که خودم به دست آوردم. بیش از 3000 مصاحبه شغلی در 5 سال داشتم و تقریبا میانگین حساب کنید میبینید که مثلا روزی، حالا من هفته‌ای مثلا 2 یا 3 روزمو تخصیص میدم به بحث مصاحبه شغلی. الانم دیگه خودم انجام نمیدم، نیروی دیگری انجام میده. اما در کل با تجربیاتی که به دست آوردم میخوام راجع به یه سری موضوعات و نکات تیتروار بگم که بسیار بسیار حائز اهمیت بچه‌ها، به خصوص توی ایران که ما نداریم و خودمون نمیدونیم چرا رفتیم و چی شد اصلا من پذیرفته نشدم. چرا فلانی کار داره، شاغله در فلان شرکت خیلی خاص ولی من نیستم اونجا. چرا فلانی فلان مقدار درآمد رو داره ولی من ندارم اون درآمد رو. گاهی وقتا خیلی‌ها به شما میگن که خودتون رو قیاس نکنید با دیگران. من میگم یه جاهایی قیاس کنید خودتون رو با دیگران. ما از نظر تکاملی از ابتدایی که متولد شدیم روی این کره زمین از طریق قیاس خودمون با دیگران پیشرفت کردیم. پس EQ گفتم مهمه و در سازمان‌های ایران هم خیلی مهمه و ما خیلی وقتا میگیم که قیاس نکن خودتو. من میگم اتفاقا عزیز دلم قیاس کن. اگر جایی لازمه که مقایسه کنی خودت رو با دیگران، چرا که نه این کارو بکن. ببین ماجرا چیه، چرا اون وارد فلان شرکت شده تو نشدی، چرا با یک مدرک تحصیلی 2 نفر خارج میشن از دانشگاه، یه نفرشون
روانشناس مثلا یه کلینیک میزنه، یه نفرشون در به در میگرده این کلینیک یک مراجع پیدا کنه. چرا بعد از اینکه یک فرد از یک دانشگاه لیسانسش رو تموم میکنه، شاگرد تنبل کلاسه مدیرشه در یک شرکت خاص و منی که شاگرد اول بودم، شاگرد دوم بودم، من که معدلم بالای 18 بود، میرم کجا وای میستم؟ میرم کارمند اون فرد میشم. دلیل این چراها رو باید یک جا متوجه بشیم دیگه. چرا این همه ما پزشک بیکار داریم؟ چرا ما این همه روانشناسی داریم که بیکار هستن؟ چرا اینقدر معلم بیکار داریم؟ چرا اینقدر افرادی رو داریم که توی جامعه شغلی ندارن یا حداقل شغلی که دوستش داشته باشن رو ندارن؟ حالا فکر کردید بهش؟ علت این که دو فرد با یک مدرک، با یک مقدار تحصیلات، با یک ضریب IQ در جایگاه‌های متفاوتی، با درآمدهای متفاوتی هستن واقعا چیه؟ یه جاهایی ما میریم سراغ این که آی دنیا ناعادلانه است، خیلی زندگی متفاوته، از ما بهترون فلان میکنن، ولی یک جا بیایم ببینیم که اوکی، از ما بهترون یا اونایی که دنیا در موردشون خیلی عادلانه رفتار کرده و به بهترین جاها رسیدن، ببینیم که اونها چه کارها و اقدامات متفاوتی انجام دادن. مگر نه اینکه دانشگاه هاروارد تحقیق کرده و در واقع این سوال رو کشف کرده که چرا آدم‌ها بعضیشون موفقن بعضیشون موفق نیستن و میدونید به چه نتیجه‌ای رسیده؟ به این نتیجه رسیده که افرادی که موفق هستن و ما بهشون میگیم آدم موفق به لحاظ مالی، کاراکتری، جایگاه اجتماعی، این افراد فقط تفاوتشون با دیگران در یک چیز بوده، در کیفیت تصمیمات و انتخاب‌هاشون. دوباره تکرار میکنم، کیفیت تصمیمات و انتخاب هاشون. یعنی انتخاب این که تو الان توی این لایو باشی یا نباشی، همین. بچه ما یکم دوست دارم که ریزتر و عمیق‌تر باهاتون صحبت کنم. ما خیلی وقتا در مورد خیلی چیزا فکر میکنیم اتفاقات عجیب غریبی باید بیفته تا در نهایت یه اتفاق بیفته. بذار مفهوم‌تر بهت بگم، مثلا رابطه یه زوج به هم میریزه، بعد میریم باشون صحبت میکنیم، میگیم که چی شد رابطه شما که خیلی خوب بود، بعد مثلا طرف میگه که ببین این خیلی شب و زود میخوابید، من دیر میخوابیدم، کلا دیگه لایف استایلمون از هم جدا شد. بعد ممکنه شما بگید چقدر احمقانه، مگه میشه؟ بعد میبینی که آره واقعا سر این از هم دیگه جدا شدن. یه سری وقتا شما با یه زوج دیگه صحبت میکنید، میگید علت این که از هم جدا شدید و با هم کات کردید بعد از مثلا 4 سال دوستی چی بود؟ طرف میگه که به این خاطر که کمی از هم دلخور بودیم. و تو میگی خیانتی اتفاق افتاد، نه مهاجرتی اتفاق افتاد، تغییر شغل داد، دیگه دوستت نداشت. میگی نه خیلی هم دوست داشتیم هم دیگه، ولی دیگه مثل سابق نبودید. چی؟ چون که دلخور بودیم از هم، اون حسی که باید باشه دیگه بینمون رد و بدل نشد. میخوام چی بگم بهتون؟ میخوام بگم که عموما اتفاقات بزرگ به خاطر داستانهای بزرگ نمیافته، به خاطر داستانهای خیلی کوچولو میافته. اکثر کات‌ها و جدایی‌ها به خاطر یه اتفاق بزرگ عجیب غریب که نقطه عطف جدایی اون زوج بوده نیست، اتفاقا به خاطر ماجراهای خیلی کوچولو، خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی که شما فکر کنید اتفاق افتاده. در مورد بحث ماجرای شغلی ما هم، در مورد بحث درآمدی ما هم، لزوما یک فردی که موفقه یک کار خیلی گنده متفاوت انجام نداده، یه سری اقدامات ریز کوچولو انجام داده که این اقدامات یعنی چی؟ یعنی انتخاب‌های لحظه‌ایش چی بوده. پس اگر تو تصمیم میگیری الان توی این لایو باشی، یه اقدام متفاوت نسبت به یک فرد دیگه داری انجام میدی. اگر بعد از این لایو یک حرکت متفاوت واسه زندگی شغلی خودت برداری، دوباره اتفاق کوچولوی دوم رو ایجاد کردی. اگر بری سومی، بری چهارمی، اینها میشه 100 تا ریز اقدام کوچولو که حالا کتاب اثر مرکب علیرغم همه زردی و غیر علمی بودنی که داره، بخشیش میتونه درست باشه. اینکه اقدامات ریز و کوچولوی ما خیلی وقتا، نه همیشه، زردی حالا اثر مرکب در اینه که میگه همیشه اینته، نه، خیلی وقتا اقدامات کوچولو ما، انتخابای کوچولوی لحظه به لحظه ما دارن سرنوشت نهایی مالی، سرنوشت نهایی رابطه و سرنوشت نهایی بحث شغلی ما رو میسازن. و ببینیم که ما چه انتخابای کوچولویی انجام میدیم توی بحث شغلیمون. حالا من میخوام یه سری نکات ریز کوچولو بهتون بگم که مربوط به افرادی که EQ یا هوش هیجانی بالایی دارن. حل چشاتونه. مرسی. خب من مصاحبه شغلی رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. یعنی چی؟ یعنی قبل از مصاحبه شغلی، حین مصاحبه شغلی، پس از مصاحبه شغلی. Before
during و after. بیفور و افتر رو وسط مصاحبه چیکار کنیم. خب ببینیم چه اقدامات کوچولویی نتیجه یا اینکه ناشی از اینه که ما EQ بالایی داریم، پس اینا رو میاریم توی اقداماتمون. اصلا هوش هیجانی یعنی چی؟ این خوبه دیگه، این سوال خوبیه که باید جوابش بدیم که بعد بریم تو اصل مطلب بیفور و افتر. هوش هیجانی یعنی هوشی که سوار بر هیجانات لحظه‌ای ما میشه، که تک تک اقدامات، حرفایی که از دهن ما خارج میشه، زبان بدن ما، انتخاب این که چه لباسی بپوشیم، حتی تحت تاثیر هوش هیجانیه. الان من میخوام به تو لباس بگم، درس کد بگم که توی مصاحبه شغلی چی بپوشی چی نپوشی. یکی ممکنه بگه که خب برکی دیگه لباس که چه ربطی به هوش هیجانی، لباس کاملا مرتبطه. ما آدم‌ها اغلب بر اساس احساسمون تصمیم میگیریم چی بپوشیم. توی استوری بهتون نشون دادم. چی بهتون نشون دادم؟ دیدین استوریا رو؟ یه خانومی با روسری پلنگی و یه مانتوی زرد اومده بود مصاحبه شغلی. تخصص داشت، بله. کاراکترش چطور بود؟ خوب بود نسبتاً. آیا پذیرفتیمش توی مجموعه؟ هرگز. چقدر ظالمانه. بله. دنیا چجوریه؟ دنیا بیرحمه یا مهربونه بچه ها؟ دنیا بیرحمه. بیزینس بیرحمه، دنیا بیرحمه، کارفرما ممکنه بیرحم باشه. پس ما باید اینجا ببینیم که چطور در چارت قرار بگیریم. ما چطور، یعنی ما باید یه جا دلمون واسه خودمون بسوزه. کجا باید دلمون، یعنی منم این دلسوزی رو واسه خودم دارم یعنی خیلی همین حسی که شما دارید به خودتون میگید چه ناعادلانه، فقط به خاطر لباس ممکنه یه نفر رد بشه. من میگم بله، منم ممکنه به خاطر لباس یک روز رد بشم. یک روز فکر کنید که من مثلا توی لایو لباس بسیار نامتناسب بپوشم. خب تو ممکنه بگی که نه واقعا رد نمیشی خانم مبارکی، اما به هم بگو چه تأثیری روی ذهن تو داره اگر من در انتخاب لباسم به عنوان مدرس خیلی هوشمندانه رفتار نکنم، مثلا گلگلی بپوشم بیام تو لایو، مثلا نمیدونم یه استایلی حالا براتون میذارم تو استوری، ببین یه استایلی بزنم بیام تو لایو. تو دیگه ممکنه دیگه حرف منو جدی نگیری، خیلی طبیعیه این. همونطور که من به تو این حقو میدم، تو به تک تک آدم‌های کره زمین باید این حق رو بدی که از روی لباس تو رو قضاوت کنن. پس وارد جلسه مصاحبه شغلی بیفوریم بچه‌ها، قبلیم. میخوایم وارد مصاحبه شغلی بشیم، اولین اتفاقی که EQ و هوش هیجانی رقم میزنه انتخاب لباسه. چی میخوام بپوشم؟ بله. چقدر تو بی‌اعتماد به نفسی، هر چی بپوش مهم تخصصته بچه‌ها. هم تخصصت مهمه، هم لباست، هم ظاهرت مهمه، هم تخصصت، هم صحبت کردنت مهمه، هم عملت. چرا برای نشون دادن اهمیت یک چیز اهمیت چیزای دیگر رو میزنیم؟ خیلی از بچه‌ها به من میگن که ظاهر مهم نیست. مثلا تو دوره سواد عاطفی، دوره عشق هوشمندانه ما، بچه‌ها میگن که خانم مبارکی چرا اینقدر رو ظاهر خوب تاکید میکنید؟ شما که اینقدر دارید رو کاراکتر و شخصیت کار میکنید. میگم اوکی، من مدرس زرد میشم اینجوری دیگه، بیام چی بگم به شما؟ بیام بگم که فقط کاراکترت مهمه، فارغ از هر ظاهری کاراکترت رو بساز؟ نه، من چرا برای نشون دادن اهمیت کاراکتر بیام ظاهر رو بزنم؟ ظاهر هم به اندازه خودش اهمیت داره. به چندین مقاله به شما نشون میدم که ظاهر خوب باعث درآمد بالاتر میشه، ظاهر خوب باعث مشاغل بهتری میشه که شما توش مشغول باشید، ظاهر خوب باعث موفقیت میشه. فکر میکنید نمیشه؟ قطعا میشه. و مهم اینه که ظاهر خوب هم به EQ بستگی داره. یعنی فیت بودن تو به کنترل هیجانت موقع خوردن و کنترلی که روی تغذیت داری بستگی داره. پس تو فیتی و ظاهر بهتری داری، سلامتی وقتی که EQ بالاتری داری، لباس مناسبتر، بهتر بگم لباس متناسبتری میپوشی وقتی EQ بالایی داری. اون خانمی که پلنگی پوشید یک لحظه باید بگه که ببین من ترجیح میدم این جلسه مصاحبه رو که من یک فرصت دارم، من یک فرصت برای حضور در این سازمان دارم. و دیگه ممکنه یک جمله جالبی هست توی اتیکت و آداب معاشرت ما میگیم هیچ وقت فرصت ملاقات اول رو برای بار دوم به دست نمیاری. هیچ وقت فرصت ملاقات اول رو برای بار دوم به دست نمیاری. در مورد رابطه عاشقانه هم همینه. یعنی شما دیت یا قرار که میرید، قرار عاشقانه که میرید، اینو بعد تو ذهن هیچ وقت فرصت ملاقات اول رو برای بار دوم به دست نمیاری. پس خیلی به خودم برسم؟ نه، اتفاقا خیلی نرمال برو، چون اگه خیلی به خودت برسی اتفاقا بدتر میشه. خب
میخوام هوشمندی رو برسونم و میخوام اهمیت اون جلسه باعث نمیشه ما عجق وجق بشیم. اهمیت اون جلسه باعث میشه که ما فکر کنیم به این که چه بپوشیم و چه رفتاری داشته باشیم و چه حرفی بزنیم. پس قبل از جلسه مصاحبه شغلی، مصاحبه شما شروع شده و شما با انتخاب نوع لباستون، با تخصصی که در خودتون ایجاد کردید و نحوه پرزنتی که شما از تخصص خودتون دارید، با اطلاعات درستی که میرید از اون سازمان به دست میارید. این خیلی مهمه. اون آقایی که من تو استوری گذاشته بودم واقعا واقعی بود عکس‌ها، یعنی حالا برید استوری رو ببینید بعد از اینکه لایو تمام شد. یه پسر جوان بسیار خوش صدا، خوش بیان، با اعتماد به نفس، اسکیت پوشیده بود اومده بود توی مجموعه من خندیدم و بهش هم گفتم خوبی؟ یعنی اصلا در لحظه فکر نکنید گارد شدم این چه وضعشه، اومده این مدلی نیستم. کلا حالا باز یکی از ارکان EQ اینه که خودتو آداپته کنی با شرایط، بگی بخندی، با شوخ طبعی ردش کنی. حتی اگر میخوای توی ذهنت بگی خب این فرد کنسله، با شوخ طبعی میری جلو، یعنی اذیت نمیشی، آزار نمیبینی از این موضوع. خب ولی این صحنه واقعا برای من جالب بود و ازش دلیل پرسیدم، اینم مهمه. باز من قضاوت نکردم. میشه بپرسم چرا با اسکیت اومدی؟ که حالا توضیح داد که فرصت نکرده بره کفشاشو بیاره. خب میخوام بگم که باز هم من اقدام درست اینجای هوش هیجانی چی میگه؟ بریم توی موقعیت اون فرد دیده روسری پلنگی سرشه، توی خیابون ولیعصر داره میاد سمت مثلا یک مصاحبه شغلی در یکی از سازمان ها، یا فرد اسکیت باشه، باید چی کار کنه؟ بچه رفتار درسته. ترجیح اینه که مصاحبه رو کنسل کنه. ببین بعضی وقتا انتخاب بین بد و بدتره. هوش هیجانی بالا میگه یا کنسل کن یا به کسی که این قرار رو ست کرده اطلاع بده. من عذرخواهی میکنم، من متاسفانه کفشام همراهم نیست، با اسکیت اومدم، باید برنامه‌ریزی درست رو در به این ماجرا میداشتم، میدونم که این مسئولیت من بوده، اما اگر مشکلی نیست من با همین اسکیت بیام مجموعه. یا من لباس مناسب خانم مبارکی یا مثلا آقای فلانی، من لباس مناسب مصاحبه شغلی امروز به تن ندارم متاسفانه. این هم مسئولیت منه، باید از قبل پیش بینی می‌کردم اما به خاطر ترافیک نتونستم برم خونه و برگردم. امکانش هست با لباس معمولی بیام مجموعه یا نه با لباس روتینی که میرم باش بازار و اینا؟ پس میخوام بهتون بگم که مصاحبه شما قبل از شروع مصاحبه شغلیتون شروع شده. یک، پس به لباس و پوششتون دقت کنید. حالا یه خیلی خلاصه بخوام اتیکتشو بگم، شما خانوم ها و آقایون هر دو مانتو شلوار رسمی اداری، آقایون هم کت و شلوار رسمی، رنگ سرمه‌ای بهترین رنگیه که شما میتونید بتن کنید. رنگ‌های دیگه هم به توالی خوبه، مثلا زغال سنگی خوبه، مشکی خوبه، قهوه‌ای خوبه. اینها 4 تا رنگ جهانی هستن که توی اتیکت و آداب معاشرت ما میگیم میشه در فضای رسمی پوشید. آقایون کت 2 دکمه ترجیحاً بهتر بپوشن و تک دکمه بیشتر مجلسیه، بهتر که در مصاحبه شغلی پوشیده نشه. حالا بیشتر از این نمیگم، اما خانوما دقت کنن که لاک قرمز جیغ نداشته باشن. تتو اگر دارید، تتو اگر آقا هستید بپوشونید تتوتون رو دیگه. پیرسینگ اگر دارید در بیارید. مصاحبه شغلی آرایش و میکاپ نباید غلیظ باشه، یه ملایم به خودتون برسید. اگر خالی، اگر زخمی، اگر جوشه، حالا با ظاهر بدی دارید میتونید بپوشونیدش و کاورش کنید و این اتفاق خوبیه. و یه عطر معمولی، باز اینم هوش هیجانیه، واقعا انتخاب عطر هم بستگی به EQ داره، شاید باورتون نشه. خیلیا یه دونه عطر مثلا سکسی به خودشون میزنن، میان مصاحبه شغلی، میان محیط کار یه عطر ملایم با توجه به فصل، یه عطر خنک اصلا هم چیز گرونی نیست. یعنی اصلا فکر نکنید من دارم خیلی، شما منو میشناسید دیگه، نه خیلی آدم مثلا تجملاتی هستم، نیستم، چرا بگم هستم، واقعا نیستم، نه اهل تجملاتم، نه خیلی مثلا بخوام خیلی که نه 0% بخوام شو آف کنم چیزی و بگم مثلا اینجوری باشید فلان، برای روزتون یه اوت کلون داشته باشید واسه شبتون یه اوت کلون. ولی نه، من رسمی و غیر رسمی میشناسم. در فضای غیر رسمی شما هر اوت کلونی دوست دارید میتونید بزنید. در فضای رسمی چون شغل ما بخشی از زندگی و کاراکتر ما رو داره میسازه، باید یه عطری اوت کلونی بهش اختصاص بدیم یا هیچی نزنیم و بیایم، این بهتره. یعنی یه دئودورانتی چیزی، یه در واقع ضد تعریقی چیزی استفاده کنیم، اما عطری نزنیم. داری تهش بگیم من بودجه کافی واسه عطر زدن به خودم نداشتم، اوکی، ترجیح اینه که هیچ عطری نزنی تا اینکه یه عطر سکسی مثلا گرم عجیب غریب بزنی بیای توی مصاحبه شغلی. اوکی. نکته بعدی بحث
اطلاعات راجع به اون سازمان بچه‌ها. خیلیا همینجوری رزومه‌شون رو مثلا میفرستن به سازمان‌های مختلف. بچه‌ها میگم این لایو یکم اختصاصیه، اگه عموم خیلی براشون کاربردی نیست من متوجه این هستم که مربوط به قشر خاصی، اما مطمئنم این اطلاعات عمومی که بهتون میدم چون لابلاش از رابطه عاشقانه هم میگم میتونه براتون مفید باشه یا به دیگران بتونید توصیه کنید. اصلا یکی از ویژگی‌های افراد کاریزماتیک اطلاعات بالاشون در حوزه‌های مختلفه. یعنی چه اشکالی داره شما اگر خودتون هم مصاحبه شغلی نمیرید، دو جا توی جمع توی مهمونی دارن راجع به یه شغلی مصاحبه چیزی صحبت میکنن، شما حرف برای گفتن داشته باشید. کلا تک بعدی بودن خیلی بچه‌ها تو دنیای امروز با هوش مصنوعی با گوگلی که وجود داره قشنگ نیست، متمدنانه نیست. باید اطلاعاتتون رو ببرید بالا. پس صرفا هم شده به خاطر اطلاعات عمومی بالاتر سعی کنید که این نکات رو یادداشت کنید. نکته بعدی بچه‌ها بحث اطلاعات اون سازمانه. خیلی‌ها همینجوری رزومه‌شون رو میفرستن اینور اونور اینور اونور و وقتی اینقدر زیاد میشه تعداد، وقتی تعداد نفرات زیاد میشه، وقتی تعداد بهتر بگم سازمان هایی که میخوان برن زیاد میشه، دیگه این آدم فراموش میکنه، نمیتونه تمرکز کنه دیگه. بعد مثلا رزومه فرستاده نمیدونه چه سازمانیه، نه رفته به سایت اون سازمان سر بزنه، نه پیج اون سازمان رو دیده، نه هدف، نه چشم انداز، نه کلا مدیریت اون سازمان رو میشناسه، اصلا نمیشناسه اون برند و مجموعه کیه، چی کاره، چه هدفی داره. تازه میره تو مصاحبه شغلی میگه محصولتون چیه شما؟ آها دفترتون هم اینجاست؟ آها. میدونی اصلا گیج و گمه. کسی که میره مصاحبه شغلی از قبل باید ریسرچ داشته باشه، بره راجع به اون مجموعه اطلاعات به دست بیاره. بچه‌ها شما باید همیشه بیشتر از حد انتظار ظاهر بشید. یعنی اگر یک کارفرما میگه خب این من بهش یه نمره 16 بدم قبول و پذیرفته است، اگه میخوای حقوق بالاتری برای تو در نظر بگیره باید بیشتر از حد انتظار ظاهر بشی. یعنی اگر اون آدم برای اون پوزیشن شغلی مثلا عدد 12 رو در نظر داره، اگر ببینه تو بیشتر از حد انتظارش ظاهر شدی، یعنی میگفته مثلا یه فردی بیاد بتونه این تسکا رو هندل کنه، همین در این حد بهش فکر میکرده. حالا ببینه تو علاوه بر اینکه این تسکا رو میتونی هندل کنی، متعهدم هستی، مسئولیت پذیرم هستی، خارج از تایم کاری هم ممکنه کاری براش انجام بدی یا فلان مهارت رو هم داری، اینجا میگه خب خیلی از اون چیزی که من میخواستم هم بهتره، اووره. خب اینجا پس من ترجیح میدم یه 2 تومن 3 تومن ببرم بالاتر حقوقشو، ولی این فردو کنار خودم داشته باشم چون میدونم این نیرو میارزه برای من. ببینید باید شما این پیام رو بتونید به کارفرما بدید. پس اطلاعات کافی راجع به اون سازمان قبل از ورود به جلسه باید داشته باشید تا بتونید اون تاثیرگذاری و ارتباط تخصص خودتون با نیاز اون مجموعه رو کشف کنید. و حتی اگر در واحدی که تو میخوای مشغول به کار بشی فکر میکنی که مهارتت نیست، مثلا تو میخوای بری تو بخش پشتیبانی، بخش محتوای یه مجموعه هم، بخش مثلا دیجیتال مارکتینگ یه مجموعه هم تو کمی استعداد داری یا علاقه‌مندی یا قبلا یه کارایی انجام دادی تو اون زمینه، در جلسه مصاحبه ذکر میکنی. وقتی بشناسی بخش‌ها و واحدهای سازمان‌ها در مصاحبه شغلی ذکر میکنی این رو. میگی چی؟ میگی من در زمینه دیجیتال مارکتینگ هم علاقه‌مندم، هم فلان مثلا تجربه رو داشتم و اگر دوست دارید میتونم در تایم‌های اضافه‌ام روی این موضوع هم وقت بذارم و یادگیریمو بالاتر ببرم. خب حالا بریم توی جلسه مصاحبه شغلی. تا اینجا یه قلب سبز اگه همه چی رو به راه بذارید. همه چی اوکیه؟ حالتون خوبه؟ مرسی بچه‌ای که تازه دارید میایید تو لایف، خوش اومدید. بچه اگر توپق میزنم اینقدر علت میدونید چیه؟ اینه که من از صبح سر ضبطم گفتم به بچه‌ها ندارم کامنتاتونو. مرسی، همه چی رو به راهه. سوالی داره توی باکس بپرسید. مرسی، چه سوالای خوبی پرسیدید. خب سوالا رو میرم چک میکنم. بریم در طول جلسه مصاحبه شغلی شروع شده الان و شما میخواید در رو باز کنید برید تو. حله؟ اوکی. از همون لحظه بعد به ورود شما بچه ها، شما در حال قضاوت شدنی.
نه ترسونه مخام مبارکی چه قضاوت. کاملا این اتفاق میفته، در تمام دنیا این اتفاق میفته. از قدمی که میذارید داره چک میشه مدل فیستون، صورتتون، حالت صورتتون، لبخندی که به لب دارید یا ندارید، مقدار نزدیک شدنتون، خم شدنتون یا خم نشدنتون، کجا نشستنتون، هوش هیجانی شما و سطح EQ شما از نحوه ورود شما به اتاق مشخص میشه. چقدر شما اهل آداب و معاشرت هستید. قرار نیست خیلی شق و رق و اینجوری صاف و صوف و اینا برید تو، نه، ولی باید بچه با انرژی و خوش انرژی برید. باید قبل از اینکه شما وارد اتاق بشید انرژیتون بره توی اتاق. باید با ذهن سالم و مثبت برید توی جلسه. در غیر این صورت با بقیه رقابت، یعنی تمایزی ندارید. آقای ستگادی نکته قشنگی میگه دیگه، همه گاوه بنفش رو میدونن. گاوه بنفش یعنی چی؟ یعنی وجه تمایز. اینو یک بار میگم برای کسایی که نمیدونن. آقای ستگادین توی کتاب گاوه بنفشش راجع به این که چطور میتونیم موفق بشیم یا یک سازمان موفق باشیم توضیح میده. آقای ستگادین میگه تصور کن که رفتی توی یه چمنزار. خب توی چمنزار سرسبز خوشگل با مزه اینا داری قدم میزنی، یهویی یه گاو میاد جلوت. واکنشت چیه؟ میگی گاو. توجه جلب میشه. یه ذره دیگه قدم میزنی، یه گاو دیگه میزنی، میگی یه گاو دیگه میبینی، میگی چی؟ میگی گاو. گاو سوم رو میبینی، میگی چی؟ میگی گاو. گاو چهارم، گاو پنجم، گاو ششم دیگه احتمالاً هیچ واکنش و ریاکتی نداشته باشی. درسته؟ حالا ستگادین میگه اینجا تصور کن که بعد از اینکه صدها گاو دیدی و دیگه کلا نانسنس شدی به هر نوع گاوی، هیچ حسی نداشتی، یهو یه گاو ببینی رنگش بنفشه، دوباره چی میگی؟ میگی گاو بنفش. حس نکنید توهین آمیزه، من نگفتم، ستگادین گفته دیگه، ترجیح داده گاو انتخاب کنه، ولی یهو توجه جلب میشه دوباره. حالا مصاحبه کننده داره افراد و آدم‌های متعددی میبینه، یعنی اولین فردی که میاد تو آدم، دومین فرد مصاحبه شونده، سومی مصاحبه شونده، مصاحبه شونده بعدی مصاحبه شونده دیگه براش عادی میشه. خب اینجا باید تو وجه تمایزی داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی اگر دیگران حوصله نمیکنن یا شرم میکنن از ارتباط چشمی قوی گرفتن، تو این رو جلوی آینه تمرین کنی و میری توی اتاق خوش انرژی ارتباط چشمی بگیری، بایستی، اجازه بدی اون فرد بشینه، بعد تو بشینی، با انرژی سلام علیک کنی، حالتون چطوره؟ خدا قوت، خسته نباشید، به سبک خودتون. من حالا سبکم خدا قوت، شما هر مدلی دوست دارید. احوال پرسی کنی، اینگیج باشی. تو قرار نیست یه آدم مظلوم بچه خوب باشی در مصاحبه شغلی. هرگز بچه‌ها از تفکراتی که مدرسه و معلم و نمیدونم پدر و مادر به ما تزریق کردن لطفاً بیایید بیرون. ما اون موقع یاد گرفته بودیم که بچه اینجوری که آروم میشینه توی جلسه بچه خوبیه و فکر میکنیم هر جا میریم گزینش شدنمون بر اساس اینه. بابا آقا میره تو دیت عاشقانه، فکر میکنه هنوز ذهنیتش ذهنیت دبستانشه که من باید مؤدب و منظم بشینم تا بچه خوبی باشم و پسندیده بشم تو دیت. تو باید حرف بزنی، شوخ طبعی کنی، بحثو به جلو ببری. تو پسری هستی که دعوت کردی دختر رو، قرار نیست بشینی انتخابت کنن که. پس ما این مایندست این که بچه خوبی باشه، آرومی باشه رو با خودمون داریم هم میکنیم. میریم تو جلسه مصاحبه شغلی فکر می‌کنیم هرچی دختر بهتر یا پسر خوبتری باشه اصلا برای کارفرما اهمیتی نداره. اصلا اهمیتی نداره برای کارفرما شما بچه خوبی هستین یا نه. اهمیت داره مسائل اخلاقیتون، اما از یه جایی به بعد چیزهای دیگه ای مهمه. چی مهمه؟ این که شما اتفاقا چقدر شارپید، چقدر میتونید ارتباط بگیرید، چقدر میتونید ارتباط چشمی برقرار کنید، سلام علیک، این که پرستیژ شما رو ببینه و کیف کنه و حتی بینش این و این نگرش و این آینده نگری رو داشته باشه، بگه من این فرد میتونم بفرستم تو سازمانهای دیگه، این فرد میتونه نماینده من باشه یک جا، دوست دارم این فرد بره از سمت من جاهای دیگه صحبت کنه. میدونی این خیلی های اهمیته.
بنابراین در شروع فرست ایمپرشن و برداشت اولیه شما در مصاحبه شغلی باید EQ و هوش هیجانیتون رو برسونه. هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی هم مسلطم به احساساتم، هم هیجاناتم قرار نیست منو کلا دگرگون کنه. ببین چی دارم میگم؟ نه هیجاناتمو سرکوب کردم، نه اونقدر زیاده هیجاناتم که نتونم کنترلش کنم. سرکوب کرده یعنی چی؟ یعنی اینجوری میشید سلام خوبین؟ متشکرم مرسی. این میشه هیجان سرکوب کرده. هیجان سرکوب نکرده سلام خوبین؟ مرسی. نه، هیجان متناقض، یعنی نه سرکوبش کردم نه خیلی پررنگه. هیجان رو من مدیریت کردم، هوشی سوار بر این هیجان شده. این هیجان به مقدار خوشگلش میاد تو لحنم. سلام خوبین؟ خوشحالم میبینمتون. مرسی بفرمایید ممنونم. اون هیجان به مقدار کافی مثل یه چاشنی میاد توی زبان بدنم، توی کلامم، توی رفتارم و با هوش هیجانی بالا شروع میکنم به پاسخ دادن به سوالاتی که مصاحبه کننده میپرسه. اوکی؟ حالا یه سری سوالات ممکنه توی مصاحبه شغلی پرسیده بشه. بچه‌ها راجع به زبان بدن و جزئیات و اینا نمیگم دیگه، اینا بچه‌ها واقعا خیلی مفصله. حتی فاصله شما نسبت به مصاحبه شونده، نحوه برخورد شما، لبخند شما چطور شروع بشه، چطور جمع بشه و همه اینها. اما اینجا دو تا نکته خیلی مهم بهتون بگم. خیلی از افراد خیلی خودافشایی میکنن در جلسه مصاحبه شغلی، یعنی میخوام بگن که من خیلی شفافم. و ببین من نمیگم شفاف نباشید، اما خودافشایی نباید بکنید. راجع به زندگیتون، بیماری پدر مادرتون، راجع به بحث خدایی نکرده، راجع به بحث از دست دادن عزیزی، راجع به بحث مشکلات زندگی عاطفیتون نباید بچه‌ها بگید. اصلا یکی از چیزایی که باعث شد من یک فردی که وارد مجموعم شده بود رو اخراج کنم که نه، من کلا اخراج نمی‌کنم، من متقاعدش می‌کنم که به درد این سازمان نمیخوره عموما، اما باعث شد که من اصلا نتونم دیگه با اون فرد کار کنم یا اعتماد کنم. این بود که در روز فکر کنم دوم شروعش به کار اومد راجع به قصه طلاقش از همسرش و همسرش چه بلاهایی سرش آورده و الان دارن جدا زندگی میکنن. اینا برای من توضیح داد، برای من شروع کرد به صحبت و در لحظه شما مصاحبه کننده رو با یه حجمی از دیتایی که نمیخواد بشنوه و نیازی نداره بشنوه بهش تزریق میکنید. چه اتفاقی میفته؟ قضاوت میشید بچه‌ها. شما ممکنه بگید نه من آخه کاری نکرده بودم، راجع به رابطه‌ام گفتم بهش، اتفاقا اون خیانت کرده بود تو رابطه بهم، من که خائنه نبودم. یا اصلا مهم نیست. حتی تویی که خیانت شده بهت داری یه سیگنال میدی. تویی که میگه خیانت شد بهم و 2 سال به پاش موندم، تو میتونی اینو بفهمونی به کارفرما که تو اگر بهت خیانت بشه یا ظلم بشه کوتاه میای و حد و حریم نمیتونی بکشی. تو فردی هستی که خیانت را تحمل میکنی. همین یک اطلاعات درست حسابی اتفاقا به یک کارفرما و اطلاعات بدی هم هست، چون شخصیت تو رو میبره زیر سوال. تو فکر میکنی خیلی وقتا که آدم خوبی باشم در روایاتی که توضیح میدم پس کافیه، ولی اینطور نیست. تو باید آدم با هوش هیجانی بالا باشی، آدم باهوشی باشی. باهوش نمیخواد فریب بده، باهوش نمیخواد گول بزنه، باهوش نمیخواد پنهانکاری کنه، اما میخواد افشا هم نکنه به این زودی، در جای درستش افشا کنه. مشکلات شخصی تو در جلسه تراپی و روان درمانی، مهارت هایی که بلد نیستی در دوره های آموزشی جاش، درد و دلهای تو با دوستا و رفیقاته، سوابق شغلی تو و خصوصیات اخلاقی تو در کار مرتبط با مصاحبه کننده است. همین. پس لطفاً خودافشایی نکنید. موضوع بعدی خیلی زیاد خندیدن و عدم کنترل هیجاناتتون. بچه‌ها EQ خیلی مهمه. بعضی رو من دیدم صمیمی میشن با مصاحبه کننده و دوست دارن طرف رو و شروع میکنن به خندیدن زیادی، میگن میخندن، هر جوابی که میدن بعدش میخندن. چرا از شغل قبلیت اومدی بیرون؟ خیلی راه هم دور بود. شروع میکنه به خندیدن. کنترل رو هیجانات بچه‌ها. ما اصلا در جلسه مصاحبه کاری خنده شدید یا گریه شدید نداریم به هیچ عنوان. شاید در جلسه دوم تو بخوای با کارفرما احساس راحتی کنی، در جلسه سوم بخوای باهاش ولی در جلسه اول به هیچ عنوان هیجانات اغراق‌آمیز نداریم. کمی لبخند، یه خنده شوخ طبعی اگه اتفاقی پیش اومد، مثلا طرف گفت چرا دیر اومدی، تو گفتی فلان اتفاق افتاد، یه خنده‌ای پیش بیاد. تازه هوش هیجانی هم باید داشته. یعنی هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی همراه با
هیجان اتاق باشی، اینطور میتونم بهت بگم، همسو و همراه با هیجان اتاق باشی. مصاحبه شونده پر انرژی نباشه تو کم انرژی، یا تو پر انرژی نباشی مصاحبه کننده کم انرژی. تو باید همراستا، یعنی خندید یه ذره بخندی، یه ذره جدی شد تو جدی شروع کنی به جواب دادن. قشنگ تو باید تبعیت کنی از هیجانات مصاحبه کننده. یعنی مصاحبه کننده خودش داره میگه میخنده ها، خب تو هم لبخند میزنی، اینجوری لبخندی که بتونی جمعش کنی، چون وارد خنده بشی نمیتونی جمعش کنی، دوست داری تو هم یه خاطره تعریف کنی. مصاحبه کننده اصلا فکر کن حد و حریم نداره، شروع کرد به خندیدن. حالا قبل تو یه آقای اومده بود اینجا، آقا پاش بو میداد شدید، حالا ما فکر کردیم هنوز این بوه داره میاد و تو یه لبخندی داره، حتما پیش میاد دیگه، تابستونه گرمه. خب یه لبخند خیلی ریز کیوت میزنی که آماده جدیت بشی. بلافاصله طرف سوال جدیه رو خب شما رزومتون چیه، در کجا شروع به کار کرد، کجا بود سابقه شغلیتون رو میشه توضیح بدین. تو بلافاصله این خنده رو لبته جدی میشی. بله حتما الان شروع میکنم. عرضم به حضورتون که من شروع میکنی به صحبت. پس خودت رو باید هم هیجان با هیجان اتاق و هیجان مصاحبه کننده کنی، اما یک درجه کم رنگ‌تر، یعنی آماده جمع کردن خودت باید باشی. اگه بچه اینجوری بچه‌ها میگم تو رو خدایی وقت حس بد بهتون ندم و اینو بهم بگیر اگه هم حس بد من دارم خودمو هم میگم، خودمم یه جا قطعا میرم معامله‌ای دارم، مذاکره‌ای دارم، قراردادی دارم، این حواسم به این چیزا هست. این نیست که من بگم که خب من کارفرمام دیگه تو باید اینجوری کنی، اونجوری باش، اونجوری باش. نه، خود من هم باید اینا رو رعایت کنم. یعنی یک جلسه میرم که مربوط به اتفاق مهمیه، حتما هم هیجان با طرف مقابل میشم، تواضع دارم در مقابل اون فرد، تمام اینا رو خودم هم رعایت میکنم و زندگیش میکنم. یک نکته جذاب کاریزماتیک میخوام بهتون بگم. کامنت رو باز کنم، یه نکته جذاب رو بکشونیم بیرون. لطفا تو کامنت بنویسید دلیل بعد از پاسخ. بنویسید دلیل پس از پاسخ. دلیل پس از پاسخ. اینو یادگاری از من داشته باشید. بدون ذکر منبع هم استفادهش نمی کنید. خیلی ساده است. من تکنیکایی که میگم بسیار ساده، بسیار کاربردی. خب فکر نکنید یه چیز واو میخوام، ولی یه چیز خیلی واو میخوام بهتون بگم. دلیل بعد از پاسخ، دلیل پس از پاسخ. مرسی. همه لطفاً همه اینگیج بشید. همه اینگیجمنت میخوام. دلیل پس از پاسخ. متشکرم آقای احمدپور عزیز. دلیل پس از پاسخ، دلیل پس از پاسخ، دلیل پس از پاسخ. مرسی. عالی. دلیل بعد از پاسخ. عالی بچه‌ها. دلیل بعد پاسخ یعنی چی؟ یعنی رفتی تو مصاحبه شغلی، سوالی از تو پرسید، یا حتی دیت بچه‌ها، قرار میرید، سر قرار میرید، یا اصلا دارید با فردی صحبت میکنید، مذاکره میکنید. اگر من اینجا اختصاصا میگم چون امشب لایومون راجع به این، بقیه جاهام کاربرد داره. اگر میخواید یک فردی باشید که با درایت EQ داره، این تکنیک رو استفاده کنید. اگر جوابی میدید بلافاصله بعدش دلیل بیارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان میتونم بگم که خب بچه من تصمیم گرفتم که لایو رو الان قطع کنم، شب خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. خب این یکیه، یه مدله. یه مدل من میگم لایو رو میخوام قطع کنم و دلیل براش میارم. یا مثلا یه جواب بهتر بگیم، چون اینجا من دارم چیزی رو به شما تحمیل میکنم، شاید اون اصل مطلب جا نیفته. شما به من بگید خانم وایکی چرا امشب سفید پوشیدی؟ خب سوال میپرسی دیگه، مصاحبه کننده مثلا سوال میپرسه از شما، خانم وایکی چرا امشب سفید پوشیدید؟ ممکنه بگم که سفید پوشیدم دیگه همینجوری، ولی وقتی پشتش دلیل دارم، امشب دیدم که یه ذره خستم، گفتم که انرژیم باید چند برابر بشه، گفتم هم یه لباسی بپوشم که خودم انرژی بگیرم، هم به بچه‌ها بتونم یه انرژی مضاعف بدم، یا اگر انرژیم کم بود این سفیده بتونه انرژی جمع و کلا لایو رو ببره بالا. وقتی دلیلی پشت انتخاب‌های ما هست و پاسخ‌های ما بچه‌ها، ما آدم هوشمندی میشیم، آدم عاقلی میشیم بچه‌ها. مثلا میخواید با پارتنرتون، با شریک عاطفیتون برید یه رستوران، بریم این رستوران، میدونی چون امشب خسته این رستورانه هم نورش اینجوریه، خیلی فضای مطبوع سردی داره، به این دلیل بریم اینجا، به این دلیل بریم این کافه، به این دلیل بریم این لوکیشن سفر. حالا میاریمش تو مصاحبه شغلی. چه رشته‌ای رو انتخاب کردین؟
شما برای اینکه تو دیجیتال مارکتینگ یا تو بخش محتوا مشغول بشید؟ من دوست دارم بخش سایت رو به عهده بگیرم. پاسخ بسیار ناکافی بچه‌ها. من دوست دارم بخش سایت رو به عهده بگیرم. توسعه سایت رو به عهده بگیرم. کافی نیست. دلیل بیار. من دوست دارم بخش توسعه سایت رو به عهده بگیرم چون هم رزومه‌ای در این زمینه دارم، هم علاقه‌مندم کلا به عناصری که توی یه سایت مثلا توی سایت یه سازمانی وجود داره و فکر می‌کنم ایده های زیاد ببین جواب دارم و دلیل دارم برای جوابم. مصاحبه کننده از شما میپرسه که مثلا دوست دارید قراردادمون چند ماهه باشه؟ فکر میکنم دیگه 3 ماه خوبه یا 1 ساله ببندیم. من ترجیح میدم که قراردادمون طولانی مدت باشه به این دلیل که هم نیاز به زمان دارم که در واقع ثابت کنم که در این مجموعه فلانم، هم بعضی از اتفاقات در بلند مدت میفته و من بعد از 8 ماه میتونم به شما ثابت کنم که در فلان قسمت میتونم فلان اتفاق رو رقم بزنم. پس وقتی پشت جوابهای من دلیلی وجود داره، فکر میکنید چه درخواست حقوقی دارید؟ حدود 14 میلیون خوبه دیگه برای این پوزیشن، همه جا همینه؟ نه، من فکر میکنم عددی بین مثلا 14 یا عددی بین 12 تا 16 عدد مطلوبی برای من باشه، به این دلیل که من توی شغلم انعطاف پذیرم. یعنی اگر تسکی خارج از تسکای من بهم داده بشه من اون تسک رو انجام میدم، یا اگر تایمایی خارج از تایم کاری از قبل به من بگید من خالی میکنم و کارم در اولویت یکه. بنابراین دوست دارم عدد بالاتری برای حقوق در نظر بگیریم. پس وقتی دلیلی پشت پاسخهای من، چه انتخابهای شخصی هم، ببین یه دونه انگشتر میندازی تو دستت، اگر دلیل نباشه براش که نشانه چیه، چه مفهومی داره، کی از کجا برات آورده، یه انگشتر بی‌معنیه. به محض اینکه دلیل میاد پشتش این انگشتر عمق پیدا میکنه. یه بدلیجات میندازی گردنه، چه حسی به تو میده؟ اون حس رو توصیف حتی تو قرار عاشقانه بهتون گفتم. یا بپرسید از طرف میخواید عمق اون آدم رو ببینید چقدره، این انگشتر خاصیه میندازی، دیدم میندازی. یه طرف میگه نه همینجوری گرفته بودمش، میگه آره مامانم بهم هدیه داده بودش و از اون روز گفتم که دیگه هیچ وقت این انگشتر رو در نیارم. این چه میندازی تو گردنت؟ من مثلا به فلان چیز خیلی ارق دارم، برای همین به پرسپولیس خیلی مثلا دوست دارم، توی مورد علاقم اینه. وقتی دلیلی پشت انتخاب‌های ظاهری، انتخاب تایم، انتخاب محل، انتخاب رشته، انتخاب گرایش، انتخاب شهر، انتخاب خونه، انتخاب لوکیشن محل زندگیتون، وقتی دلیل برای زندگیتون و تک تک المان‌های زندگیتون دارید، چه در مصاحبه شغلی چه در قسمت‌های دیگه زندگیتون موفق ترید و اگر این دلایل رو ذکر کنید پس از پاسخاتون آدم بسیار هوشمندتری هستید. حالا تکنیک دومی که بلافاصله بعد این میخوام بگم، قبل از اینکه پاسخ بدید سکوت کنید. هوش هیجانی بالا، باورتون میشه؟ از ویژگی‌های آدم‌هایی که هوش هیجانی بالا دارن اینه که خیلی دنبال این که حاضر جواب باشن، تون هنوز طرف حرفشو نزده پاسخ بدن بهش نیستن. مثلا طرف میگه میتونم بپرسم سنتون چقدره؟ 48 سال. ای بابا صبر کن تموم شه، یه مکس کوچیک بده، فکر کن و پاسخ بده. همینقدر جذاب میتونی ایکیو خودت رو یا بالا نشون بدی، فیکش کنی، یا واقعا میگن fake it till you make it. کم کم با اکت کردن رفتار جنتل، رفتار بالغانه، سنجیده، درست، غیر هیجانی، کم کم بخشی از، نمیتونم بگم همش واقعا چون خیلی تخصصی تر از این حرف است، اما بخشی از EQ خودت رو با این رفتارها، EQ ظاهری خودت رو داری رشد میدی. پس سکوت بعد از اینکه سوالی میشنوی و دلیل بعد از اینکه پاسخی میدی. سکوت بعد از اینکه سوالی میشنوی و دلیل پس از اینکه پاسخی میدی. پس اگر طرف به ما میگه چرا خانم مبارکی چرا آموزش رو انتخاب کردی، من نمیگم چون عاشق آموزشم. بابا صبر کن سوال بشینه مبارکی. یک سکوت میکنم. من آموزش رو انتخاب کردم به این دلیل که احساس کردم که ایران بیش از هر زمانی و خود من به عنوان اولین بچه ایران بیش از هر زمانی به آموزش احتیاج داریم. و میگن آموزش خوب بزرگترین سلاح‌ها رو نابود میکنه. جنگ ها رو میخوابونه.
آموزش خوب انسان‌ها رو اصیل میکنه. آموزش خوب و کاربردی انسان‌ها رو با عزت نفس میکنه. رابطه‌ها رو بهبود میده. به این دلیل من آموزش رو انتخاب کردم. پس یک سکوت یا مکث بسته به سوال یا طولانی یا کوتاه، پاسخ دلیل برای پاسخ یا انتخابی که من دارم. اوکی؟ خب دوست داشتید تا اینجا رو؟ چند ساعته؟ ساعت چنده؟ 10:48. عالی هستید، متشکرم. یکی دو تا نکته دیگه هم دارم الان بهتون میگم. خب اینا رو که نمیخوام، خیلی طولانی میشه لایو. بذار بریم افترش دیگه. دیورینگ و بیفور هنوز مونده ها، خیلی شاخه های زیاده، ولی من یه نکات خیلی مهمی که اینجوریه که دلم نمیاد نگم رو گفتم بهتون. خب عزیزای دلم، بریم سراغ افتر. حالا پس از مصاحبه شغلی من سوالات رو جواب دادم. از بچه‌ها شرم کردن، خجالتی زیاد بودن یا خیلی وقیح بودن، اینو هم بگم ها. یه اتفاق خیلی خیلی بدی افتاده، شاید حتی با آموزش مدرسانی شبیه به خودم که آدما فکر میکنن هرچی وقیح‌تر و ماسک اعتماد به نفس بزنن بهتره. بچه‌ها ما یه ذره داریم به خاطر آموزش دیدن وقیح میشیم، اینو حواسمون باشه. خیلی باید دقت کنید. اصلا اعتماد به نفس بالای فیک جذاب نیست. ما همیشه چی گفتیم؟ ما یه نمودار داریم. بچهای هوش هیجانی میدونن. ما میگیم به اندازه‌ای تو باید اعتماد به نفس داشته باشی که توانمندی داری. اگر توانمندیات پایینه، تواضع روی تو قشنگتر میشینه. اگه توانمندیت پایین باشه و تو خیلی بچه پررو باشی تو مصاحبه شغلی، شخصیت جالبی نمیشی. هارمونی یعنی چی؟ کاریزما یعنی چی؟ یکی از ویژگی افراد کاریزماتیک اینتگریتیه. اینتگریتی یعنی چی؟ یعنی یک پارچگی. یعنی ادکلونت، بوی ادکلونت با مدل و لحن صحبتت، مقدار اعتماد به نفست، توانمندیت، همه اینا هارمونیک با هم باشه، متناسب با هم باشه. اعتماد به نفست اینجا نباشه، توانمندیت اینجا، بوی ادکلونت خیلی خیلی تند، عجیب غریب، خود درونگرا و کم حرف. من میگم این کاراکترها رو دیدم مثلا کاراکتر دیدم درونگراست، اعتماد به نفس نداره، ادکلون خیلی شارپ و تیزی میزنه. فکر میکنید این ادکلون رو من به عنوان یک قضاوت کننده میخوام قضاوت کنم، چون ما با قضاوت زنده، این بحث تکاملیه، بحث غریزی مغزه، لیمبیک مغزه، بحث انتخاب مریم مبارکی نیست. فکر میکنید این ادکلون تندی که یک درونگرا، یک خجالتی با توانمندی‌های پایین به خودش زده باعث میشه شخصیتش تایید بشه برای من یا شخصیتش بره زیر سوال؟ خیلی طبیعیه. هممون این قضاوت رو چه ادکلونی زده؟ آخه تو اصلا این مدلی نیستی، چرا چه ادکلونی باید بزنی؟ یا یکی که خیلی درونگراست، آرومه، ملایمه، یه لباس رنگ ملایم، رنگ عادی بتن کن در یک محلی که باید رنگ اینجوری بتن کنی. نه یه لباس جیغ عجیب غریب، کفش قرمز، لاک فلان. خب یه هارمونیک باشین بچه‌ها. انتخابتونه ها. تهش ممکنه بگید که نه من دوست دارم اونو بپوشم و من میگم چقدر قشنگ، اوکی بپوش. فکر نکنید من میگم که کلا نباید. من میگم اگه من دارم طبق تحقیقات بهت میگم هارمونیک بودن تو به لحاظ کاراکتری، عملکرد، توانمندی، اعتماد به نفس، لاکی که زدی، روژی که زدی، مقدار آرایشت، لباسی که بتنی، همه اینا اگر در یک راستا باشن و به تو در واقع همشون در یک راستا باشن، سینرژی ایجاد میشه. یهو تو رو بولد میکنن. تو کم رنگ پوشیدی ولی بولد میشی، تو کم صحبت میکنی ولی بولد میشی، چون هارمونیک، چون اینتگریتیت منتقل میشه، چون کاریزمات دیده میشه اونجا. حالا بچه هایی که خیلی هم با اعتماد به نفس میرن تو جلسات مصاحبه شغلی اتفاقا EQ پایینی دارن، چون از دید کارفرمایی که بارها مصاحبه شغلی کرده اعتماد به نفس پایین شما یا ماسک اعتماد به نفس شما پیداست، براش واضح و مشخصه که شما دارید فیک میکنید، الکی اینجوری نشستید و اینطوری مثلا خیلی با اعتماد به نفس دارید جلوه میکنید. نه، به میزانی تواضع، به میزانی اعتماد به نفس، به مقداری که توانمندی دارم، تخصص دارم، کاراکتر دارم، عزت نفس دارم، به همون مقدار. چیزی رو فیک نمی کنیم ما، که اگر فیک نکنیم به نفعمونه. اعتماد به نفس رو فیک نمی کنیم ما. بعضی رفتارها رو باید زبان بدن رو فیک کرد.
بحث افتر رو بریم. حالا پس از مصاحبه شغلی شما انجام شده، کارفرما شما رو دیده و حالا یا پسندیده یا نپسندیده دیگه. یکی از کارهایی که بچه‌ای که هوش هیجانی ندارن انجام میدن و خیلی هم شایعه تو کشور ما، پشت هم پیام میدن یا زنگ میزنن به اون مجموعه، یا موقع خروجشون از اتاق. بچه‌ها این خیلی اشتباهه، دارن از اتاق اون مدیر یا رئیس خارج میشن، میپرسن ازش ببخشید کی جواب مصاحبه میاد؟ الان من قبول شدم یا نه؟ من که فکر میکنم ردم دیگه، ولی خب خیلی خوشحال شدم. یا پیش‌فرض تصمیم ذهنیشون رو میگه، اعتماد به نفس پایینه. به خدا این اتفاق افتاده و من طرف رو کامل تایید کرده بودم، به محض اینکه داشت از اتاق خارج میشد گفت حالا میدونم که شاید اصلا منو توی مجموعه قبول نکنید، ولی واقعا از دیدنتون خواهم و که خوشحال شدم. من گفتم دختر چرا اعتماد به نفست اینقدر پایینه و چرا باید اینو شو کنی، نشون بدی؟ اوکی اعتماد به نفس پایینه، اینو نباید شو کنی، در کلامت بگی. هیجانت رو کنترل کن، مدیریت کن، بگو صبر میکنم نتیجه مشخص میشه. صبر. بچه زمان مهمترین اهرمیه که یک فرد به هوش هیجانی بالا میتونه ازش استفاده کنه. زمان میدم. از اتاق که خارج میشید هیچ چیز نمیگید جز خداحافظی. خوشحال شدم، مرسی، برای منم این جلسه مفید بود، خدا نگهدارتون. نهایتا به امید دیدارتون. امیدوارم که بتونم کنارتون مشغول به کار بشم، امیدوارم که بتونم، تازه با لبخند، امیدوارم که بتونم واقعا این مجموعه بیام، چون واقعا این مجموعه رو دوست دارم. من نه ضعف نشون میدید نه قدرت الکی. متناسب. بچه تعادل در قرآن داریم، آیه داریم راجع به تعادل. بچه‌ها متعادل باشید، نه خیلی ضعف و تواضع، نه خیلی قدرت و اعتماد به نفس. خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم که بتونم کنارتون مشغول به کار بشم. اگه نشم هم دیوونه نمیشم، آسمون به زمین نیومده، غمگین هم نمیشم. اگه نشم فرصتی برای ما وجود نداشته، ایشالا در آینده بتونیم همکاری کنیم. کسی که اوکیه، کسی که قدرت پذیرش با جواب رد مصاحبه رو داره. پس خارج میشید، اول از همه از مصاحبه شونده که هیچی نمیپرسید، پیش‌فرضم نظر خودتون رو راجع به مصاحبه نمیگید. که حالا من که به خدا من اینو داشتم، یه خانمی اومده بودن توی جلسه مصاحبه شغلی، سوالاتی میپرسید که مربوط به جلسات بعدی بود. مثلا من اگر بیام میزم اینجا کجاست، یا من وقتی مشغول به کار بشم به هم میگید که تو کدوم واحد وارد میشم، بعد پسورد پیجتون هم به من میدید، یا یعنی چند پله جلوتر رو میدید. این رو ما در دیت هم داریم، ما در قرار عاشقانه هم این اتفاق میفته. دختر و پسر جلوتر از اون مرحله‌ای ان که باید باشن. دختره میره تو ازدواج، پسره مثلا میره 3 ماه بعد که میخوام مثلا برن سفر یا نامزد کنن. پس هیجانات مدیریت میشه، من خودم رو کنترل میکنم، هیچ چیز نمیگم، از جلسه خارج میشم. اگر 2 روز گذشت و جوابی، پاسخی مبنی بر رد شدن من یا پذیرفته شدن من نیومد برام، یه تکست میدم به اون منشی، میگم که ببخشید من 2 روز پیش در ساعت فلان مصاحبه شغلی با آقای فلانی یا خانم فلانی داشتم، خواستم نتیجهش رو زودتر بدونم که بتونم تصمیم گیری راجع به محل کارم بکنم. ممنونم. تمام. یه پیام تازه. چی شد؟ میشه نتیجهشو بگید؟ بچه دیدم اینا رو تو چت پیام میدن، میشه نتیجه مصاحبه اون روزو بگید؟ پس کی خبر میدید؟ خانم 2 روز گذشت. پس من در روز فلان دیدار کردم با آقای فلانی جهت پوزیشن فلان، ممنون میشم که نتیجه مصاحبه رو زودتر به من اعلام کنید. با نقطه پیام شما به پایان میرسه، نه با سوال، نه طلبکارانه، نه با ایموجی تو رو خدا چرا جواب نمیگید به من، میخوام تصمیم بگیرم. نه. هوش هیجانی یعنی یک انسان مقتدر. هوش هیجانی یعنی کسی که بلد هیجاناتش رو کنترل کنه، نه کسی که هیجانی و احساس نمیکنه. خوب دقت کنید. پس کسی که هوش هیجانی داره هم بعد از جلسه مصاحبه شغلی حالش بده و دوست داره زود بفهمه چی شد، قبولم میکنن نمیکنن، یا بعد از دیت براش مهمه که چی شد، پسره از من خوشش اومد، دختره از من خوشش اومد یا نه. کسی که هوش هیجانی داره اتفاقا خیلی عمیق‌تر این احساسات رو درک میکنه، اما واکنشی بر اساس اون احساس انجام نمیده، چون هیجان رو به هوش میکشونه، به افسار هوشش میکشونه. دیگه هوشمندانه نیست. اثر خوبی میخوام بذارم، صبوری میکنم، بذار پیام میده بهم. و چقدر دخترانی که میرن دیت و از دیت میان بیرون و پیامی نمیدن تا طرف پیام بده، چقدر جذابن. ولی دخترای ما خیلیاشون چیکار میکنن؟
خب پیام که نمیدم بهش که چی کنم، بذار تشکر حالا بکنم. خب تشکر رو میکنه دوباره. شما رسیدی خونه؟ ببین خودشو هی واقعا میگم هی خودش رو بی‌ارزش تر میکنه. در نگاه اون فردا بی‌ارزش نیست این دخترها، رفتارش هم ناشی از بی‌ارزشی نیست. ولی ما میدونیم در ارتباطات گیو اند تیک داریم. بذار سوالی بپرسه، بذار اون بپرسه شما رسیدی خونه؟ درستش اینه. ایشون میپرسه شما رسیدی خونه؟ رسیدی منزل؟ شما میگی بله، بعد تشکر میکنی. پس باز به بهونه تشکر نمیذاری هیجانت بزنه بالا، به بهانه تشکر خودت تکست اولو بدی. چون دعوت کننده ایشون بوده و ایشون باید مطمئن شه شما رسیدی به خونت از محل و لوکیشن دعوت. پس ایشون به تو پیام میده مرسی که اومدی، ممنون که دعوت منو پذیرفتی، رسیدی آیا خونه؟ تازه اگر بپرسه. بعد شما میگی ممنون، شام خیلی خوشمزه‌ای بود، گپ و گفتمونم باحال بود، ممنون، مرسی، شبت بخیر. تمام. دوباره 2 ساعت بعد نظر راجع به من چی بود؟ میشه بگی چرا پیام نمیدی؟ بعد میزانه بلاک میکنه طرف. پس یک انسان مقتدر با EQ بالا میخوایم باشیم. کامنت باز بشه، بخونمتون. برم تو سوالاتون، موافقین؟ داره میخنده شیطون. چرا پیاماتون نمیاد سوال بشه؟ اومد. عالی، شمایید، قربونتون بشم. اگر راضی بودید از لایو یک قلب سبز بذارید یا به حرمت EQ بنویسید EQ. همتون دونه دونه‌تون بنویسید EQ با یه قلب سبز. برای مصاحبه شغلی مقنعه سرمون کنیم یا نه؟ ترجیحاً مقنعه بهتره، ولی لزوما مقنعه میگم الان دیگه قبلا انتخاب هامون کم بود. ما چیا داشتیم؟ مقنعه و روسری داشتیم. الان مقنعه داریم، هدشال، مثلا این الان یک لباس رسمی به حساب میاد. هدشال داریم، یعنی کمی هم برید رو نیمه رسمی یا روسری تک رنگ بدون طرحی هم بپوشید اوکیه. باز بسته به اون سازمانه ها. خب یه موقع از اون سازمان بسیار رسمیه، مثلا شرکت هواپیمایی بزرگیه، یه موقع از اون سازمان نه، کمی انعطاف پذیری داره که اشکالی نداره کمی نیمه رسمی باشید شما. پس نه، لزوما حتما مقنعه لازم نیست. میتونید از عنصرهای دیگه استفاده، حتی شال، ولی مثلا شالی که به درستی فیکسش کرده باشید، شالی که طرح و گل و مل و رنگ و اینا نداشته باشه، رنگ خنثای توسی یا سرمه‌ای یا مشکی داشته باشه. این مواردی که ذکر کردی در سطح استاندارد بین‌المللی، اونایی که اوایل لایو گفتم، بله عزیز دلم. برای مصاحبه دولتی و شرکت ها میشه توضیح بدی؟ توضیح دادم. من منشیم، جای پیشرفت شغلی هست، مهارتاتو در همون منشیگری بیشتر کن. مثلا اکسل یاد بگیر، گوگل شیت یاد بگیر، بحث پاورپوینت یاد بگیر، دونه دونه مهارتای فنی، سایت یاد بگیر، برنامه نویسی یاد بگیر، سئو یاد بگیر، راجع به پیج، راه اندازی پیج، اینستاگرام یاد بگیر. اگه مهارتاتو افزایش بدی بله، چرا که نه. اتکلون سلیقه‌ای نیست، نه. اتکلون ها بخش، ببین کلن اینجوریه اتکلون که راجع به رابطه زناشویی سوال بپرسم، نه. توی لایو هوش هیجانی در رابطه عاشقانه از امشب تا حدود که سه شنبه، آخرین لایومون سه شنبه است. یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه. یک شنبه هفته دیگه، سه شنبه هفته دیگه و پنج شنبه. روز در میون از امشب از فردا، حالا 2 روز میگذره، از هفته دیگه روز در میون راجع به EQ لایو داریم. EQ در محیط کار، EQ در رابطه عاشقانه و اینها. اونجا بپرس لطفا. چرا آقایون نمیتونن در آکادمی شما مشغول به کار بشن؟ اینطور نیست. ما همین الان هم 2 تا آقا داریم توی مجموعمون.
راجب کفش بلند نکته خوبی رو گفته. کفش پاشنه بلند هم بچه ها پاشنه 3 تا 5 سانت اوکیه. بالاتر از 5 سانت دیگه قابل پذیرش، این ترجیحاً هم 3 سانت اوکیه، اما تا 5 سانت دیگه اوج و نهایت پاشنه‌ای که میتونید بپوشید. قد و هیکل تأثیری در مصاحبه کاری داره یا نه؟ بله، چرا نداره بچه ها؟ داره بچه ها، قد و هیکل هم تأثیر داره، اما بسته به پوزیشنی که دارید میرید دیگه. بسته به پوزیشن، مثلا ممکنه شما شرکت هواپیمایی برید، خب براشون ظاهر خیلی مهمه. ممکنه یک مجموعه باشه که اتفاقا اصلا پشت پرده دیده نمیشن، یا شما قرار نیست که فروش حضوری انجام بدید، قد و هیکل براشون مهم نباشه. اما به صورت کلی واقعا اینو میگم، کاراکتر بسیار پررنگتر از هر قد و هیکلی میتونه عمل کنه. کاراکتر و شخصیت شما پررنگتر از هر نوع قد و هیکلی، هر نوع رنگ چشمی میتونه ببرتتون جلو. خب لطفا سیوش کنید چون قطع میشه. توی کانال تلگرام میذاریم فایلشو الان که تموم بشه ویدیو، و به مدت 48 ساعت تو کانال میمونه. من تازه رفتم یه شرکت کارآموزی، چیکار کنم که به عنوان نیرو استخدامم کنن. تو کارآموزیت خیلی قوی رفتار کن، یادگیریت رو بسیار قوی کن. توی خونه حتی شبا هم وقت بذار برای کارت، یعنی علاوه بر تایمای کاری توی خونه هم این تایم رو بذار و به کارفرمات نشون بده که دیشب در تایم غیر کاری داشتی اون کار رو انجام میدادی. و موضوع بعدی بحث توانمندی و مهارتات. ببین در اون پوزیشن چه توانمندی و مهارتی بهتره که استخدامت کنن، اون مهارت رو به دست بیار تو این یه ماه. قد مانتو تا روی زانو اوکیه. اگر آخر مصاحبه از ما سوال بپرسن، ما باید چه سوالی بپرسن؟ اگر آخر مصاحبه از ما بپرسن که سوالی نداره، اینو الان جواب میدم. بچه‌هایی که راجع به دوره هوش هیجانی میپرسید، برای روز دوشنبه ایشالله قراره که ثبت نام بچه‌های نسل 12 شروع بشه. نسل 11 2 ماه طول کشید، مدرکشون رو گرفتن، پشتیبانیشون رو دریافت کردن. نسل 12 هوش هیجانی از دوشنبه با تخفیف شروع میشه، جا نمونین. از الان هم میتونید پیش ثبت نام کنید که جاتون رو توی گروه ها رزرو کنید. چطوری؟ اسم و فامیل و شماره تماستون رو دایرکت برامون ارسال کنید. اسم، فامیل، شماره تماس. اگر آخر مصاحبه از ما بپرسن سوالی دارید یا ندارید، ما باید چی بگیم؟ بهتره بچه‌ها که یک سوال حداقل بپرسید، ولی تو 3-4 تا سوال، من یه سوال دیگه هم بپرسم، من یه سوال به 3-4 تا 5 تا نرسونید. این ترجیحه ها، باز برسونید میگید سوال داشتم پرسیدم، اشکالی نداره، من دارم ترجیح و اتیکت بهترش رو میگم. ولی یک سوال رو حتما بپرسید، یعنی اینطور نباشه که شما اینقدر منفعل باشید که هیچ سوالی نداشته باشید. مثلا سوال بپرسید که میتونم بپرسم که راجع به بحث مالی چه عددی مد نظرتون هست، چه عددی در نظر گرفتین؟ قطعا بلافاصله بگید، چون کلا بحث مالی توی ایران خیلی حس بد میده. خیلی آدما آنست و شفاف نیستن راجع به این ماجرا و رو در وایسی دارن، حتی کارفرماها راجع به بحث مالی. ولی بگید من خیلی عذر میخوام، راجع به بحث مالی هم شما میشه پیشنهادتون رو امروز بگید یا در جلسه دیگری راجع بهش صحبت میکنیم. البته اولویت من تو پرانتز، البته در اولویت اول من نیست، بحث کاری فضای اینجا برام جذابه، اما خب یکی از دغدغه‌های کوچیک من هم بحث مالیه که دوست داشتم باهاتون شیرش کنم این دغدغه رو. اما سوالای دیگه‌ای که میتونید بپرسید ساعت کاری مجموعه به چه شکله، شما از نیرویی که این پوزیشن رو میخواد چه انتظاراتی دارید. این سوال خیلی قشنگیه، شما اگر بپرسید یه جورایی میتونم بگم مخ اون کارفرما رو زدین اینجوری که شما از چه نیرویی چه انتظاری دوست دارید، چه کاراکتری باشه، چه کارهایی انجام بده، شما چی نیاز دارید بگید. من چون انعطاف پذیریم بالاست و دوست دارم خودم رو مطابقت بدم با خواسته ها و نیازهای شما. این خیلی جذابه برای هر کارفرمایی. راجع ساعت کاری مجموعه، همکاران من چه کسانی اینجا هستن، بحث خواسته هاتون، تسک ها، بحث مرخصی ها به چه شکله، اینا رو میتونید شما بپرسید. ولی منفعل نباشید که بگید نه سوالی نیست، همه چی پاسخ داده شد، ممنون، خداحافظ. این منفعله، یکم امکان نداره تمام سوالات شما پاسخ داده بشه، مگر اینکه واقعا جلسه بیش از 40 دقیقه طول کشیده که شما بگید که نه من 1-2 تا سوال داشتم که در لابلای. ببین دوباره اگر پرسید که سوالی دارید یا نه، دوباره لابلای
صحبتتون موقع جواب دادن باید این رو بگید که من یه سری سوالات اتفاقا داشتم که اینقدر توضیحاتتون کامل بود که به اونها پاسخ دادید در طول مصاحبه‌مون، برای سوالی نیست. پس من از منفعل بودنم بدون سوال نیستم. از اینکه من الان واسه این شغل دارم دست و پنجه میزنم بدون سوال نیستم که نه همه چی رو قبول کنم، سرمو خم کنم پایین. نه، من برام مهمه یه سری چیزا، ولی اون نکاتی که مد نظر من بود رو شما توضیح دادید. پس من سوالی داشتم. خب مرسی، متشکرم که کنارمون بودین. خیلی دوستتون دارم، براتون ارزش قائلم. لطفا خودتون هم برای هیجاناتتون، اثری که توی جمع‌ها، توی ارتباطاتتون میذارید از خودتون و برای احساسات و هیجاناتتون، زمانتون، انرژیتون، روابطتون ارزش قائل بشید و بهترینا رو برای خودتون بسازید. مهارت EQ یکی از اون گلچین مهارت‌هاییه که میتونه در هر زمینه‌ای به کمک شما بیاد و دوست همیشگی شما توی زندگی باشه. امیدوارم که تجربهش کنید. ریز ریز. شبتون بخیر. خداحافظ. یک شنبه در لایو هوش هیجانی در محیط کار میبینمتون. فعلا.